آیا من میتونم حین دوره شیمی درمانی از داروهای گیاهی استفاده کنم؟ این سوالی هست که از طرف بسیاری از مراجعه کنندگان مطرح میشه. امروز مطالعه جامع و دقیقی در مورد تأثیرات و تداخلات استفاده از داروهای گیاهی حین دوره شیمی درمانی انجام نشد. در حال حاضر بیشتر اونکولوژیست ها استفاده از این داروها رو حین دوره شیمی درمانی توصیه نمی کنن به بیمار. گیاهان دارویی از طریق مکانیزم های مختلفی میتونن با داروهای شیمی درمانی تداخل پیدا کنن. بعضی از این گیاهان متابولیسم داروهای شیمی درمانی رو تحت تاثیر قرار میدن و حتی میتونن کارایی درمان رو تحت تاثیر قرار بدن و حتی کارایی درمان رو کمتر کنن. و یا اینکه بعضی از داروها میتونن باعث تشدید عوارض درمان بشن. اما این نگرانی پیش میاد که آیا استفاده از ادویه‌جات یا سبزیجات خشک معطری که روزانه ما در رژیم غذاییمون استفاده میکنیم، در پخت و پز استفاده میکنیم، آیا این هم ممکنه برای ما مضر باشه و با روند درمان ما تداخل پیدا کنه؟ خیر، میتونم بگم که استفاده از ادویه‌جات و سبزیجات خشک معطر در حین دوره شیمی درمانی در مقادیر کم و متناسب مجاز و سیف هست و کاملا بی خطره. اما باز هم در مورد این سری از مواد هم توصیه میشه که بیماران از مصرف بی‌رویه و در واقع مقادیر زیاد و طولانی مدت این مواد هم استفاده نکنن و اجتناب کنن.